پدیده‌ای که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم فوموه. Fear of missing out. ترس از دست دادن تجربه، موقعیت، فرصت‌ها. ترس از اینکه دیگران دارن یک هیجانی رو تجربه میکنن تو این لحظه ولی من از اون دورم. دیگران دارن یک تولید محتوایی در مورد یک ترند جدید میکنن که من ازش خبر ندارم. دیگران ممکنه چه فرصت‌هایی داشته باشن که اصلا من از اونها محرومم، از تمام لحظات شاد، از اون اتفاقها. یک نوع هراسه، یک نوع ترس از اینکه تمام فرصت‌های زندگیمو دارم از دست میدم، بقیه از من جلوترن، من از قافله عقب موندم. همین باعث آنلاین بودن مداوم من میشه. من تو خونه نشستم دارم کتاب میخونم، نگاه میکنم استوری دوستم و رفتن تو کافی شاپ، چقدر داره بهشون خوش میگذره توی یه لحظه ای که به من نگفتن. میزنم استوری بعدی، میبینم یه جمعی از دوستام رفتن سفر که باز من در اون تجربه لحظات شاد با اونها سهیم نبودم. چون از نظر علمی ریشه این هراس و اضطراب از نیاز به تعلق داشتنه که در ما وجود داره. اونجایی که میبینیم تعلق نداریم، هراس داریم از اینکه وای من چقدر دور افتادم از این اتفاقات و فرصتها، مغز سیگنال اضطراب رو میده. نخستین بار در سال 2004 توسط دکتر دن هرمان که یک استراتژیست بازاریاب بوده مطرح میشه. تو پژوهشاش میبینه هر جا که انسان‌ها در فرصت‌های اجتماعی، حالا چه سرمایه‌گذاری چه مشارکت در پدیده‌های اجتماعی، نمیتونن حضور داشته باشن، دچار اضطراب میشن. ولی در سال 2011 زمانی که نویسنده‌ای به نام پاتریک مکگینس واژه فومو رو در ژورنال هاروارد بیزینس ریویو بست داد به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. از اون زمان این واژه وارد علوم مختلف و از جمله روانشناسی شد. فومو اثرات زیادی رو زندگی فردی افراد داره. رو روح و روانشون جدا از اون اضطراب و افسردگی به خاطر مقایسه مداوم عزت نفس رو کاهش میده و رضایت از سطح زندگی رو میاره پایین. توی زندگی اجتماعی چون فرد مدام در حال مقایسه است، یه حسی از حسادت تو شخص شکل میگیره و چون تو یه سری از جاها میبینه که پذیرفته نشده، تو یه سری گروه ها اون لحظات شادشون بهش خبر ندادن، فرد احساس انزوا میکنه و کنارگی. تو ارتباط با پارتنرش اصلا نمیتونه یک رابطه سازنده ایجاد کنه و اجازه بده اون ارتباط شکوفا بشه، چون هر کاری هم که طرف مقابل داره انجام میده این داره یک قیاسی با مرجع بالاتر انجام میده که هیچ وقت براش رضایت خاطر رو به دنبال نداره. پس رابطه عاطفی خوبی رو تجربه نمیکنه. توی محیط کار به جای اینکه سرگرم انجام کارش باشه، مدام در حال مقایسه زندگی خودش با همکارانش هست که این باعث کاهش بهره‌وری و تمرکز و توجه اون فرد میشه و نهایتاً در زندگی روزمره‌اش به جای اینکه لحظه حال رو زندگی کنه، داره هراس عقب ماندن از زندگی دیگران رو زندگی میکنه. به مرور زمان این باعث افزایش خستگی ذهن و روان فرد میشه. اثر فومو روی مغز چیه؟ اولی فعالسازی آمیگداله که خودش مسئول پردازش ترسه. وقتی ما داریم همش مقایسه انجام میدیم فعال میشه و اضطراب ایجاد میکنه. دومی ترشح دوپامینه. با هر اسکرولی که میکنیم، هر استوری که میبینیم، لایکی که انجام میدیم، انگار یه شات دوپامین داریم به مغز میدیم. یه شعف و لذت آنی ایجاد میشه، ولی مثل هر اعتیاد دیگه بعد از یه مدتی اون دوز برای مغز کفایت نمیکنه. همین باعث افزایش حضور فرد در سوشال مدیا میشه. عامل سوم ضعف در تصمیم گیریه. پژوهش‌ها نشون دادن که افرادی که فومو بیشتری دارن تصمیم گیری های عجولانه تر و ناپایدارتری دارن، چون خیلی آنی و بر اساس اونچه که میبینن یه تصمیم گیری هایی در زندگیشون میکنن.
چند تا راهکار برای فومو. اول مایندفولنسه که در سال 2020 در مجله پازیتیو سایکولوژی بررسی شد که 5 دقیقه مدیتیشن چقدر اثر زیادی در کاهش اضطراب داره. دوم دیجیتال دیتاکس هست، یعنی مدت بذاریم برای استفاده از سوشال مدیا، مثلا روزی نیم ساعت و بیشتر در مقوله‌هایی که بهش علاقه مندیم. سوم ارتباطات واقعی ایجاد کنیم به جای مجازی، به دوستمون زنگ بزنیم باهاش قرار بذاریم به جای اینکه بخوایم پیجش رو دنبال کنیم. چهارم اهداف واقعی برای خودمون ایجاد کنیم به جای اینکه بخوایم خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم، اهدافی که بتونیم باهاش به رشد و توسعه فردی برسیم. و در نهایت روی لحظه حالمون تمرکز کنیم، به جای اینکه فکر مقایسه و چیزهایی که نداریم باشیم، قدردان آنچه که براش تلاش کردیم و الان به دستش آوردیم باشیم، ازش لذت ببریم.